معتقدیم بر این که اقرار اگر به ولایت علی بکند اما انکار واحدی از ائمه معصومین علیهم صلوات الله بکنه، 11 امام رو منکر یکیشون منکر بشه، انه به منزلت من اقر به جمیع الانبیا و انکر نبوت نبینا محمد، مثل این که همه نبوت انبیا رو امضا کرده، نبوت خاتم رو امضا نکرده. الکلام الکلام، اینو از کجا میفرمایید؟ عین حدیث روی عن الصادق علیه السلام، کمال الدین جلد 2 صفحه 338، بهار جلد 51 صفحه 145. روی عن الصادق من اقر بالائمه من آبایی و ولدی و جهد المهدی من ولدی، هر کس همه ائمه رو قبول کنه، پدرانم، فرزندان من امام صادق، پدران من، امامت همه رو قبول کنه، امضا کنه، اما با مهدی امت مخالفت کنه، خاتم الاوصیا مخالفت کنه، کمن اقر به جمیع الانبیا و جهد محمدا نبوته، مثل این که همه انبیا رو قبول کرده، نبوت خاتم رو قبول نکرده. خب کسی که نبوت خاتم رو قبول نکنه چی میشه؟ در زمان ناهازا عرض کنم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی غیر از اسلام دین دیگه بیاره هیچ ازش قبول نمیشه. آیه قرآن دیگه. شما بگید آقا بالاخره دین عیسی رو قبول داره، دین موسی فایده نداره. خب میفرماید که اگر کسی امروز غیر از اسلام رو بیاره از او هیچ چیز رو قبول نمی‌کنی. بفهم کدوم؟ اعتقادنا فی من اقر به امیرالمومنین، اعتقاد ما این است که اگر کسی اقرار به ولایت امیرالمومنین بکند و انکر واحدا من بعده من الائمه، اما انکار کند یکی از ائمه بعد از علی را، بعد از مولا امیرالمومنین رو، مثلا امام حسن رو قبول نکنه، امام جواد رو قبول نکنه، امام هادی رو قبول نکنه، منکر یکی از اینها بشه، به منزله کسی است که اقرار کرده به جمیع انبیا و انکار کرده است نبوت خاتم الانبیا را. و قال الصادق علیه السلام المنکر لآخرنا کالمنکر لاولنا، کسی که آخرین ما رو منکر بشود مثل کسی است که اولین ما رو منکر شده. و قال النبی، پیغمبر فرمود الائمه من بعدی 12، حدیث معروف، شیعه و سنی اجماع امت همه نقل کردن، الائمه من بعدی 12، ائمه فرزندان من 12 تنن، اولهم امیرالمومنین علی و آخرهم المهدی، آخرین اونها اولیشون مولا علیه، آخریشون حجت ابن الحسن العسکری صاحب قیامه. خب طاعتهم طاعتی، اطاعت از اونها اطاعت از من است، طاعتهم طاعتی، معصیتهم معصیتی. ببینید براءت